چشمان گلها باز شد، ای دوستان نوروز شد. گلهای گندم گونه سبز و بهار افروز شد. در کشور ما بهار و نوروز آمد، ایام نشاط بس دل افروز آمد. از هر دم خوش شکر همه باید کرد، بهر همگان جشن دل افروز آمد. سلام بینندگان گرامی، برنامه صبح تاجیکستان است منظور شما. بهار نازنین به دیار زیبای ما قدم رنجه نموده است و همه جا سبز و خرم گشته است. بهار نازنین به خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی سخا و نور می آورد. بینندگان عزیز، با تمنیات بهترین صبح امروزه را بخیر و شادی میگوییم بهرتان. Mai sada mona e sumana, dar tabi jona e
نامگوی خوراک‌های ملی خیلی زیادند. در فصل بهاران یک چند نوع طعام‌ها آماده می‌گردد که از گیاه‌های شفابخش بهاری آماده گردیدند. استعمال چنین نوع خوراک‌ها را طبیبان در فصل بهار توصیه می‌دهند. در این قسمت برنامه طرز آماده نمودن یک خوراک ملی را پیشنهاد شما می‌نماییم. نوروز از قدیمترین جشن ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار تاجیک به شمار می رود. بعد از به دست آوردن استقلال دولتی، جشن بزرگ اجدادی نوروز عالم افروز از نو احیا شده، با رعایت عرف عادت و عنعنه‌های نیکش در گوشه و کنار مملکت تجلیل می گردد. از آمد نوروز طبیعت بیدار می شود و گیاه و درختان زنده می گردند. روحیه مردم نیز باریده و چهره ها شکفته و دلها سرشار فرح و شادی بیشتر می شود. نوروز جشن احیای طبیعت است و فرهنگی آزادگی اندیشه و پاکی ظاهر و باطن را تلقین می کند. تجلیل جشن نوروز را به آماده نمودن خوراک‌های ملی تصور نمودن غیر امکان است. در نوروز خوراک‌های ملی از رستنی‌های شفابخش تیار می‌شوند. یکی از خوراک‌های ملی که با کبودی آماده می‌گردد این آش بریده میباشد. مردم در فصل بهار بیشتر آش بریده آماده می‌نمایند، چون که این طعام ملی که با استفاده از گیاه‌های شفابخش آماده می شود خوراک سبک است و خوشخور و بالذت به سلامتی باشد، فایده بخش می باشد. برای آماده نمودن طعام مذکور آرد، آب، نمک، سبزیجات از قبیل پودینه و جمیلک، گشنیز و ریحان استفاده می برند. بعد از آماده شدن آش بریده آن را به طبق‌ها گرفته کبودی و دانگی ها را موافق طعم همراه می نمایند. طعام مذکور خیلی هم خوشخور و خوشمزه بوده. اکثر زنان و دختران تاجیک طرز آماده نمودن آن را می دانند و با استفاده از نعمت‌های نادر طبیعت بیشتاسای تاجیکستان آماده می نمایند. هر جشن و مراسم حکمت و برکتی دارد، خصوصا نوروز که جشن نیکی و نکوکاری و یکدلی، امنیت و آسایشتگی را ترنم می کند، مقام انسان را عزیز و گرامی می دارد. این جشن بزرگ از آغاز ایام احیای طبیعت مژده رسانیده به هر یک خاندان نشاط و خرمی و رفاقت و سعادت اهدا می نماید که عامل و باز هم تحکیم یافتنی امنیت و آسایشتگی در جامعه نقش مهمی گذارد. ای سبز در این سبز ز نوروز بهاران، گلگونه رخ از لاله و از لاله عذاران. این سبزی و سرخی به هم آمیخت چگونه، گر نیستی از طایفه آتش و باران. آتش به دل ما زنی و دشت شقایق، بارانی و در سنگ بروی گل و تاران. آهنگ تو دارد برویش چشمه کوهی، با لحنی تو خوانند سحر سیله ساران. از خنده تو شعله زند چشم چراغم،
و از گیسوی تو موج رود در نیزاران. هرگز به می سرخ لبانت به دو عالم منت کشم از باده و از باده گساران. شب نام تو در محفل گلها بشنیدم، می رفت چو آنجا سخن از خویش و تباران. دیدم که گل سوری و نرگس به طراوت هستند به تو از شمول شکر گزاران. چون کار بگیری به چمنزار تو ای یار، کاشم که بگیری یکی از دست به کاران. از بس که میان همه دل باختگانت دانند مرا به دل سر باخته یاران. چکن یکی از هنرهای مردمی است که بیشتر آن را بانوان و گلدختران به بر می نمایند و در زمان صاحب استقلالی با رشد دادن هنرهای ملی و مردمی نوعهای گوناگون چکن آماده گردیدند و پیشنهاد مردم گردانیده شدند. امروزها طراحان با دیدی نو کورتاهای چکن را از متاهای شینم و زیبا و با رنگ‌های رنگارنگ آماده نموده و پیشکش بانوان می‌گردانند. در زمان صاحب استقلالی در برابر عنعنه و جشن و مراسم‌های قدیمی اجدادان اما فرهنگ و هنر ملی و مردمی دوباره احیا گردیدند. چکندوزی نوعی از هنرهای ملی است که بیشتر زنان و دختران به آن مشغولند. چکن یک نوع گلدوزی ملی در متاهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. در منطقه‌های تاجیکستان چکن یک جزء مهم لباس عروس و داماد به شمار می‌رود. در اینجا دامادها طاقه خود را با گلدوزی‌های چکن آرام می‌دهند و زنان و دختران در روزهای توی و جشن و مراسم کورتا و پاجامه چکن به تن می‌کنند. صنعت چکن از نسل به نسل با شیوه استاد شاگرد به میراث مانده است. امروز زیادند بانوانی که به چکندوزی مشغولند و چادر و بالشت، کورتا و جامه و نوع‌های گوناگون لباس‌های زیبا را آماده می‌نمایند که از رشد فرهنگ ملی درک می‌دهد. من هم یه چادر یه مقدار دختم. آدم یه جا بیکار شینه زیق میشه. کاری دولت هم میکردیم، همین کارا هم میکردم. من میشینم من چکندوزی، قراق دوزی، زردوزی، جیمپیر بافی، مهر بافی، از آن جمله من لفت تکسازی، حیواناتای خانگی که خودمون داشتیم، مثال همینو خیلی کار کرده میشینم که مشغول شوم زیق نشوم که من حاضرم اما آدمای کتابخانه قطاری همین دوزندگی هنرهای مردمی کتابای صدرالدین عینی من مرگ سودخوره آدینه خوندم تاجیکان رو جون قفل کتاب خونن عقلشون زیاد میشه مدنیتشون زیاد میشه کار کنن که با کتاب رو بیارن هیچ وقت پشیمان نمیشون وقتی که کتاب خوندی کدام کتابی اگر همین فرض کردیم کتابای من همین نویسنده های معاصر خونی اگر من جلال اکرامی فرض کردیم خونی میگید سیر کده گشتیم رابیندرانات ٹاگور خونی میگویی که در هندوستان گشتیم کتاب یک لذت یک استراحت داره که عصبت آروم شده به هوای مشغول میشی در دل شوق باشه که همه کار میکنی همون پیشتر دختر کش ای شوهر دادن اول برای وای من همین سوزنی دوزی و قراق دوزی و همه کار برای دختر میکردن 100 تا هم خیلی رومالچه میدوختن هر یک آدم دا یک تا تقسیم کنن روزی توی حاضرن برای دختران میکنن بولیشت میدوزن من همین چکن دوزی یا قراق دوزی حاضرن پس میکنن. واژه چکن نهایت قدیمی است.
дар ибтидо дар рӯи чӯб, устухон, маъдан, чарм, сангҳои қиматбаҳо ва зарфҳои филизӣ бо дирафшҳои махсус нақшҳои гуногун, гул, барг, офтоб, моҳтоб, ситора ва монанди ин офарида мешуд, ки он баъдтар чакан ном гирифт. ҳеҷ вақт ҳунарманд хор намешавад. ноната ёфта мехӯрид, ай рӯи ҳунарат зиндагита пеш мебарӣ. ҳеҷ вақт пушаймон намешавӣ. пушаймон намешавӣ ки ман ҳамин корро чӯва кардам. ҳунарҳои мардумиам эълон кард ки занҳо бекор нашинанд, ҷавондухтаро бекор нашинанд. рӯ ба китоб биёранд, рӯ ба ҳунарҳои мардумӣ биёранд. ҳунарҳои худомона гашта айсар зинда кунанду ва ҳамин зиндагишона пеш баранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри тарғибу ташвиқи чакан дар тамоми чорабиниҳои сатҳии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла фестивал озмунҳои Андалеб, Чакомаи Гесу, Сапеда, Чакан, намоиши байналмилалии муд, диёри ҳусн, таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз, Меҳргон, рӯзҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, Шашмақом, Фалак, ин маторо ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири ин маъракаҳои муҳим манзури ҳазорҳо нафар тамошобинони ватанӣ ва хориҷӣ мегардонад. Чакану атлас дар тамоми чорабиниҳои фарҳангие, ки дар хориҷи кишвар баргузор мегардад, аз ҷумла рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар мамолики хориҷӣ тарғибу ташвиқ мегарданд. آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نسخت و آرایش عجایب. شاید که مردی پیر بدینگه شود جوان، گیتی به دل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد، لشکرش ابری تیره و بادی صبا نقیب. نفاد و برق روشن و تندرش طبل زن، دیدم 1000 خیل و ندیدم چنین محیط.
غزل ز گل سرایم به نشانه بهاران، به تو راز دل بگویم به بهانه بهاران. تو بهار گونه هستی و بهار هم تو گونه، تو یگانه به عالم چو دوگانه بهاران. نفسم ز هر بهاره بکشد ترانه تر، تو ترانه تر نمایی ز ترانه بهاران. چو پرندگان ز سرما بگریزم از زمستان، به کنار گرم فصلت چو بلانه بهاران. تو به حق یک شکرنم غزلی مرا به یاد آر، که چو آذرخش خواند شکرانه بهاران. نوروز در این صحن چمن آمده است، با بوی گل و مشک سمن آمده است. نوروز رسد جمله جهان زنده شود، بزم و طرب و صوت وطن آمده است. ای دختر تاجیک چکن پوشی بکن، وقتی چکن و روزی چکن آمده است. و از اطلسی زیبا که به بر کرده ای تو، آسایش و راحتی بدن آمده است. صد بیت و غزل در وصف نوروز خوانه، چون در دل ما تری سخن آمده است. بلبل ز فراق یار چه ناله کنی، برخیز و نگر یاری کوهن آمده است.